همه بهمون میگن چی نباید به سگ بدیم. شکلات بده، پیاز بده، انگور خطرناکه. ولی کمتر کسی میگه چی مفیده و واقعا سالمه. تو این ویدیو 10 خوراکی خوشمزه رو بهت میگم که سگت هم عاشقشونه. مورد اول سیب. یه تیکه کوچیک سیب شیرین میتونه مثل یه دسر سالم باشه. سرشار از فیبر و ویتامین آ و سی هست. فقط حساش رو حتما جدا کن چون سمیان. مورد دوم تخم مرغ پخته. پروتئین خالص. تخم مرغ آبپز بدون نمک و روغن خیلی برای سگا مفیده و سیرشون هم میکنه. مورد سوم هویج خام. یه اسنک کرانچی و مقوی به سلامت دندونا کمک میکنه و پر از ویتامین آ هست. مورد چهارم گوشت مرغ ساده. پخته بدون نمک و ادویه. یه منبع پروتئین عالیه مخصوصا اگه دل درد داشته باشه. مورد پنجم کدو حلوایی. برای هضم غذا عالیه مخصوصا اگه یبوست داشته باشه. پوره کدو یک کمک کننده گوارشی شگفت انگیزه. مورد ششم ماست ساده. پروبیوتیک ها به دستگاه گوارش کمک میکنن. فقط مطمئن شو بدون قند مصنوعی و ساده باشه. مورد هفت بلوبری. بمب آنتی اکسیدان. سگا عاشق طعمش میشن ولی زیاد ندین چون قند داره. مورد 8 برنج پخته. وقتی سگ دل درد داره برنج ساده پخته یکی از بهترین غذاها برای آروم کردن معدشه. مورد بعدی ماهی سالمون پخته پر از امگا 3 برای پوست و مو. فقط خوب بپز و استخوان‌ها رو کامل جدا کن. مورد آخر کره بادام زمینی طبیعی. تشویقی سالم و خوشمزه ولی دقت کن شیرین کننده مصنوعی نداشته باشه چون برای سگا سمیه. یادت باشه همیشه خوراکی‌ها باید در حد کم باشن. سگا سیستم گوارششون با ما فرق داره. خب حالا نوبت توه. سگت عاشق کدوم خوراکیه؟ تو کامنت ها حتما برام بنویس. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک و سابسکرایب کن.